امروزها گروه‌های تندرو به خاطر به صفای خویش جلب نمودن نورسان و جوانان از تمام امکانیت‌های من جمله شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده می‌برند و این مخشوی عاقبت نیک نخواهد داشت. از این رو از هر یک ساکن خصوصا جوانان می‌باید در پیشبرد کارهای ایدئولوژی و طرز درست استفاده نمودن شبکه‌های اجتماعی آشیار روزیرک باشند، زیرا ما امروز در یک مرحله پرحوادث قرار داریم که هر گونه گروه‌های افراطگرا می‌توانند مقصدهای غرضناکشان را عملی نمایند. برای همین هر یک ساکن باید زیرکی سیاسی را از دست نداده با درک بلند و اراده قوی عمل نماید و در پیشرفت جامعه سهمگذار باشد. طرز استفاده درست شبکه‌های اجتماعی برای هر یک شهروند مهم و ضرور است که پیش از وارد شدن به شبکه‌های اجتماعی از ذخیره‌های تعلیمی و آموزش اینترنت مانند کورس‌ها، کتاب‌ها و ویدیوهای تعلیمی استفاده برد. جهان امروز به اصطلاح بسیار ساده گلوبالی شده است. گلوبالی یعنی جریان جهانی شوی یک جریان طبیعی است، مثل جریان طبیعی است که اون تمام دنیا رو فرا میگیرد. جهانی شوی خودش یک مفهوم سیاسی اجتماعی است که پدیده های یا جنبه های مثبت منفی بسیار دارد. مثبتش این است که جهانی شوی تمام ملت و خلقیت ها و کشورها به همدیگر وابستگی زیادتر پیدا میکنند، یعنی ناگزیر هستند که با همدیگر رابطه داشته باشند. به عبارت بسیار ساده مردمی، جهان امروز یک دهکده است، یک خانه عمومی است، به همون سمت روان است. نابسته از آن که جهان شوی مشکلات بسیار دارد، از قبیل خطر و تهدید به فرهنگ ها، به تمدن ها که این در جهان امروزه به نظر می رسد. شبکه‌های اجتماعی اگر از یک جهت خوب باشند، از جهت دیگر تاثیر منفی نیز به انسان می رسانند. بنابراین هر یک فرد باید آن را برای منفعت جامعه استفاده برد و موادهای ضروری را از آن دسترس نموده در پیشرفت وطن عزیز سهمگذار باشد. زیرا امروزها برای خوانندگان تکمیل دادن دانش با زحمت و تلاش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای معظم ملت تمام شرایط مهیا می باشد. از این خاطر در جواب به غمخوری‌های بی‌نظیر دولت و حکومت، شهروندان اساساً جوانان سعادتمند ولایت نیز پیوسته در کارهای جمعیتی سمت دانش‌اندوزی و ساحه ورزش از خود فعالیت ارزنده را نشان می‌دهند. از این رو تمام شهروندان می‌باید که برای از خود نمودن علم‌های معاصر کوشش به خرج داده و وطن و ملت خویش صاف دلانه و صادقانه خدمت نمایند.